بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. ثم اما بعد، رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر، در صحبت گذشته درباره اهمیت پاکسازی قلب صحبت کرده بودیم و امروز ان شاء الله درباره نمودهای یا خیلهای قلب و اینچنین نشانه های قلب زنده یا قلب پاک صحبت میکنیم. وقتی ما آیات های قرآن کریم را میبینیم، الله سبحانه و تعالی دل ما و شما را وقتی وصف میکند با یک چند صفت ها وصف میکند. خداوند در قرآن کریم میفرماید: او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. یعنی خداوند میفرماید آیا کسی که دلش مرده بود و ما دل او را با نور هدایت زنده گردانیدیم و مانند کسی که در تاریکی ها میگردد و این گونه عملهای کافران برایشان زیب و زینت داده شده است. از این معلوم می شود که دل زنده می شود با نور هدایت و همچنین دل مرده می شود. و اینچنین در دیگر آیات ها الله سبحانه و تعالی با یک چند صفت ها ذکر نموده است که به مانند سنگ دلی خداوند میگوید: ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پس از آن دلهای آنها بسیار سخت شد، سنگین شد، حتی از سنگ هم دیده سختتر شد. و یا در دیگر آیات الله سبحانه و تعالی میفرماید: فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در دل آنها مریضی هست، بیماری هست. و از این آیات ها معلوم می شود که دل بیمار است، یعنی زنده دل است انسانی که دلش مرده است و انسانی که دلش بیمار است. و بیایید امروز یک چند نشانه های نفری که دلش سالم است و دلش زنده است آن را با هم صحبت نماییم. اولین نشانه های کسانی که صاحب دل زنده هستند، آنها نفرهایی می باشند که وقتی یاد الله ذکر کرده می شود دلشان به هراس می آید و قلبشان آرام می گیرد. الله سبحانه و تعالی در وصف چنین بندگانش می فرماید: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. البته مؤمنان حقیقی کسانی هستند که وقتی یاد الله ذکر می شود قلب آنها می هراسد. وقتی آیات های الله سبحانه و تعالی تلاوت کرده می شود ایمان آنها افزایش می یابد. و علی ربهم یتوکلون، و آنها به پروردگار خود توکل می کنند. علامه ابن القیم می فرمایند: اطلب قلبك في 3 مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي اوقات الخلوة. قلبت را، دلت را در 3 حالت جستجو کن. آیا قلب تو، آیا دل تو آرام میگیرد در همین 3 حالت یا نه؟ یکمش وقت شنیدن قرآن. وقتی که قرآن را میشنوی آیا قلب تو آرام میگیرد؟ چنانه که الله سبحانه و تعالی میفرماید: الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که با یاد الله قلبها آرام میگیرد. و بهترین یاد الله، بهترین ذکر الله این چی است؟ شنیدن و تلاوت کردن قرآن کریم است. این یکمین حالت بود. دومش و فی مجالس ذکر، در حالتهای مجلس های ذکر وقتی با ذکر الله مشغول میشوی آیا قلب تو حاضر است؟ آیا قلب تو آرام میگیرد؟ آیا در وقت نماز انسان آرام میگیرد، قلبش آرام میگیرد، یا هر لحظه میگوید که همین نماز تمام میشود و من از نماز میبرایم؟ چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: و جعلت قرة عینی فی الصلاة. آرامی چشمان من، یعنی منظور از این آرامی قلب من، در نماز است. یا چنانه که به حضرت بلال رضی الله عنه میگفتند: ارحنا بها یا بلال. ای بلال شما از آن گویید و ما با نماز آرام گیریم. و آخرینش و فی اوقات الخلوه، در حالتهای خلوت، وقتی تنها هستی
قلبت با یاد الله مشغول است یا نه؟ وقتی تنها هستی با گناه مشغول میشوی یا با طاعت و عبادت پروردگار؟ دومین نشانه انسان زنده دل آن است که از هر چیز عبرت میگیرد. انسان زنده دل هر چیزی که میبیند در این دنیا از آن عبرت میگیرد. مثلا وقتی تاریکی را میبیند، تاریکی قبر به یادش میبیاید. وقتی از یگان چیز لذت و حلاوت میبرد، همون لحظه نعمتهای جنت به یادش میآید. وقتی از یگان چیز درد میکشد، بزرگی الله و وزنینی‌های آخرت به یادش میآید. همچنانه که عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه روزه با همراهی سلیمان ابن عبدالملک به سفر میبرایند و آواز رعد و برق می شود که سلیمان ابن عبدالعزیز می ترسند و عمر ابن عبدالعزیز این لحظه می گویند ای امیر المؤمنین، اگر ما از صدای رحمت پروردگار، باران که رحمت است، رعد و برق از باران است، اگر ما از صدای رحمتش اینقدر بترسیم، از صدای عذابش ما چقدر بترسیم. بله، همچنین بنده مؤمن، بنده زنده دل از هر چیز گفتیم عبرت میگیرد. وقتی نعمتهای پروردگار را میبیند میگوید با کدام کارهای نیک و کدام کارهای نیک را انجام داده باشم که پروردگار این ناز و نعمتش را بر من عطا نمود. و همچنین وقتی مصیبت میبیاید در حال گناههایش را فکر میکند، کدام کاری بدی را انجام داده باشم که من با سبب آن پروردگار مرا با چنین مصیبت گرفتار کرد. عمر ابن خطاب رضی الله عنه وقتی حج میکردند، در حالت پرتافتن سنگ جمرات به سرشان از کدام طرف سنگ میزنند. عمر رضی الله عنه گریه میکنند، میگویند ذنب بذنب والبعد اظلم، این با سبب کدام گناه من باشد و در حقیقت من بسیار ظلم کردم میگویند. همینطور بنده مؤمن از هر لحظه و از هر کاری که در این دنیا می شود عبرت میگیرد، پند و اندرز میگیرد. حسن بصری رضی الله عنه روزی برایشان یک کوزه آب خنک را میبیارند تا اینکه افطار کنند. وقتی آب را میگیرند گریه میکنند. میپرسند که برای چی شما گریه کرده ایستادید؟ میگویند آیت به یادم آمد روز قیامت وقتی اهل جهنم به جهنم پرتافته میشوند، به اهل بهشت ندا کرده میگویند ان افیضوا علینا من الماء، برای ما از آن آبهایی که پروردگار برایتان داده است یک قطره هم باشد بدهید. و به یادم آمد آیتی که الله میگوید ان الله حرمهما علی الکافرین، الله حق سبحانه و تعالی این آب را برایتان حرام گردانید، یعنی شما نمیتوانید از آن بچشید. بله، همچنین یکی از نشانه های انسان زنده دل در حال هوشیار می شود. وقتی نفر او را به گناه کشاله کردنی می شود، وقتی شیطان او را وسوسه می کند، وقتی یک کاری که می بیند که حرام کرده خداوند در آنجا اجرا شده ایستاده است، در حال هوشیار می شود. و ببینید الله سبحانه و تعالی چی می گوید؟ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، همانا آنهایی که تقوا کرده اند اگر شیطان آنها را وسوسه کند، تذکروا، آنها هوشیار می شوند، فاذا هم مبصرون، و آنگاه آنها حقیقت را می بینند. بله، بنده مؤمن هر لحظه اگر به قلب او یک ذره از وسوسه های شیطان یا یک ذره خواهشات به کار گناه بیاید، هوشیار می شود، استغفر الله می گوید، توبه می کند و به سوی الله روی می بیارد. اما بنده ای که قلبش مرده است یا بنده ای که قلبش پر از نفاق است، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود فرموده اند مؤمن گناهش را مثل کوه می‌بیند، اما بنده منافق، شخص منافق گناه را مثل یک پشه می‌بیند. بله، الله پناه دهد. و انسانی که دلش مرده است وقتی گناه میکند او را
با الله یادآور میشوی پروایی ندارد، برعکس او اصرار میکند بر کار گناهش. همچنین یکی از نشانه های بنده های زنده دل این بسیار گریه میکنند و چشمان آنها همیشه تر است. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که میگویند روز پیامبر صلی الله علیه و سلم برایم گفتند که برایم قرآن بخوان. عبدالله ابن مسعود میگویند یا رسول الله، قرآن کریم به شما نازل شده است و من بر شما قرآن تلاوت کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بله، من دوست می‌دارم که برایم قرآن خوانده شود. عبدالله ابن مسعود میگویند از سوره نساء تلاوت کردم و بعد چند لحظه پیامبر صلی الله علیه و سلم حسبک گفتم، کفایه است. عبدالله ابن مسعود کفایه، دیگر نخوان گفتم. و به پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کردم که چشمانشان پر از آب بود، اشکهای چشمشان حلقه زده بود. چنانه که علامه ابن القیم میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار میگریستند و گریه های پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان بود که کان یسمع فی صدره عزیز، در صدر پیامبر صلی الله علیه و سلم، در قلب پیامبر صلی الله علیه و سلم یک صدای شنیده میشد وقتی میگریستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گاها حق زنان گریه میکردند. و ببینید عمر ابن خطاب رضی الله عنه اینقدر مرد شجاعتمند، دومین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگویند از شدت گریه هایش دو زیر چشمانش اثر گریه هایش دیده میشد و روی هایش سیاه گشته بود. یا وقتی گریه صحابگان را وصف میکنند میگویند از شدت گریه آنها ریش هایشان تر میشد. بله، بعضی نفرها میگوید که مرد نمیگرید، اما گریه یک چند نوع میشود. گریه از ترس است، از ترس بندگان، گریه از درد و الم است و گریه از ترس خداوند است و از عذاب خداوند است و شوق و دیدار پروردگار است. و گریه پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان و انسان متقیان همیشه از ترس عذاب پروردگار و شوق و رغبت بر رحمت پروردگار است. اینچنین بعضی که از نشانه ها یا صفات های انسان های زنده دل همیشه هم غمش هم غم آخرت است. چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق میگفتند لا عیش الا عیش الاخره فرحم الانصار والمهاجره. دعا میکردند و میگفتند پروردگارا به جز عیش آخرت دیگر عیشی نیست، به جز زندگی آخرت دیگر زندگی نیست و انصار و مهاجرین را رحم کن. همچنین در دعاهایشان بسیار پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتند اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، پروردگارا دنیا را بزرگترین هم و غم ما مگردان. انسان بنده مؤمن حقیقی انسانی که زنده دل است، انسانی که قلبش سالم است، همیشه هم و غمش آخرت می شود و همیشه در فکر آخرتش است که آیا آخرت من آباد است یا نیست. الله حق سبحانه و تعالی را دعا کنیم که پروردگار ما را از بندگان زنده دل بگرداند، از بندگان گرداند که روز قیامت با قلب سالم و قلب پاک و قلب طاهر، قلب پاکیزه از شرک و ریا و از همه بیماری های قلب به نزد الله حق سبحانه و تعالی زنده شویم و الله حق سبحانه و تعالی که ما و شما در ماه شریف رمضان قرار داریم طاعت و عبادت های ما و شما را به درگاه خود، به درگاه بی‌نیاز خود بپذیرد.